تا حالا شده حس کنی یهو آدما دارن ازت فاصله میگیرن؟ تو میدونی آدم خوبی هستی، اما یهو میبینی توی لیست دعوتی‌ها نیستی. دلیلش یه سری رفتارهای پنهانه که ناخودآگاه همه رو ازت فراری میده. توی این 3 دقیقه 3 موردش رو بهت میگم و قول میدم مورد آخری که از همه مهمتره کل روابطت رو زیر و رو میکنه. مورد اول، همیشه در حال رقابتی. مشکل اینجاست که نمیتونی موفقیت دیگران رو جشن بگیری. هر جا خبر خوبی هست تو فوراً وارد فاز رقابت میشی. مثلا رفیقت میگه رفیق وزن کم کردم، تو میگی من دفعه پیش بیشتر از تو کم کردم. این حس رو به طرف مقابل میده که تو یه حامی نیستی، یه رقیب خطرناکی. برای همین ناخودآگاه ازت دوری میکنه تا بتونه از دستاورداش لذت ببره. مورد دوم، گوش نمیدی، فقط منتظر نوبتی. تفاوت بزرگی بین شنیدن و گوش دادن فعال هست. تو به جای گوش دادن فعال داری توی ذهن جمله بعدی خودتو تمرین میکنی. مثلا وقتی طرف حرفش تموم میشه تو یهو برمیگردی به 20 ثانیه پیش و حرف نامربوطی میزنی. مردم متوجه این بی احترامی پنهان میشن و احساس میکنن برای تو فقط یه ابزار برای شروع کردن صحبتهای خودت هستن. رفیق، اگه تا اینجای ویدیو لذت بردی دکمه لایک رو قرمز کن. اینجوری ویدیو بیشتر دیده میشه و بیشتر آدم ها میتونن این عادتهای پنهان رو کنار بذارن. و اگه دوست داری هر هفته یه قدم به آدم بهتری تبدیل بشی حتما سابسکرایب کن که با هم پیشرفت کنیم. مورد سوم، همیشه حق با توئه. رفیق، این مهمترینشه. وقتی تو هیچ وقت مسئولیت اشتباهت رو به عهده نمیگیری و همیشه یک توجیه یا تقصیر رو گردن شرایط یا بقیه میندازی، داری اعتماد رو نابود میکنی. مثلا تو کاری رو خراب میکنی و میگی ای بابا اگه اون یکی فلان کارو نمیکرد من موفق میشدم. روانشناسی میگه آدم‌ها کنار کسی که نمیتونه اشتباهش رو گردن بگیره احساس امنیت نمیکنن. چون اگه همیشه حق با تو باشه پس در هر رابطه بقیه حتما اشتباه میکنن و متهم میشن. قابل اعتماد بودن و پذیرش خطا قوی ترین نقطه جذب انسانه. پس رفیق، 3 رفتار رو فهمیدیم: رقابت، گوش ندادن و مهمتر از همه نپذیرفتن اشتباه. اینا کلیدهای موفقیت توی روابطن. یه بار دیگه ویدیو رو ببین و لیست کن چند تاشو داری.